اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره المنافقون. این سوره منافقون است، به خاطر که این سوره منافقا را چی میکنه؟ رسوا میکنه. مدنیتون، این سوره مدنی هست، یعنی در مدینه منوره یا بعد از هجرت نازل شده و مسائلی که مربوط به نظام ها و احکام اسلام میشه در این هم بیان میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون، الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و میگه وقتی که پیش تو منافقا آمدن، قالوا گفتن نشهد انک لرسول الله، ما شهادت میدیم که تو رسول الله هستی. یک تعداد منافقا آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و برش گفتن که ما شهادت میدیم که چی است؟ تو رسول الله هستی. الله متعال رسول خدا وحی کرد و برشان خبر کرد که این کسایی که آمده بودن چرب زبانی میکردن و صاحب ما بسیار مردمای خوب هستیم، صاحب دیندار هستیم، صاحب کت شما شیشتیم، صاحب ترست این صاحب که میکنن گفت یا منافقا هستن. اشکتر وزینت والله یعلم، والله و الله یعلم میدانه انک لرسوله، که تو رسولش هستی. به گپ منافقین تو چیز نمیشی. یک کس میبرد میگه تو واقعا یک داعی هستی، واقعا یک استاد هستی، واقعا یک پروفسور هستی. تو چیز کامدیال برای ما شروع کردی که واقعا یا آمدن که واقعا تو پیغمبر هستی، واقعا شخصیت بزرگوار هستی. منافقت میکردن. گفت والله یعلم انک لرسول، الله میفهمه که تو رسولش هستی. والله یشهد، و الله شهادت میده که ان المنافقین لکاذبون، این منافقا چی هستن؟ دروغگوی هستن. چرا یا دروغگوی هستن؟ که یا زیاد قسم میخورن، اتخذوا گرفتن ایمانهم، سوگندهای خود را جنتا مثل یک سپر واره، فصدوا عن سبیل الله، بازیا با همی قسم های دروغی که میان پیش تو ظاهرا ادعا میکنن ما مسلمان هستیم، تو پیغمبر هستیم، لکن مانع میشن از راه الله. باز او طرف که رفت، باز مردم هم میگه که جهاد خود تروریسم است، درس قرآن خواندن خود افراطیت است، ریش خود مثلا ریشدار افراطی هست، حجابی است. نه، گفت این مردم ها که هستن چی هستن؟ مانع سبیل الله میشن. انهم ساء ما كانوا يعملون، یا بسیار زشت است آنچه که عمل میکنن. ذالک بانهم، چرا اینا پیش الله قذلیل هستن؟ به خاطر از اینکه ذالک امی کار بانهم، به خاطر که امین منافقا آمنو یک دفعه ایمان آوردن، ثم کفروا، باز کافر شدن. پیش پیغمبر میان ایمان میارن، وقتی که پیش پیغمبر برآمدن کفر اختیار میکنن. فطبع علی قلوبهم، الله متعال سرشان غضبناک شد، در قلب از یک مهر گذاشت، مهر. فهم لا یفقهون، پس آل اینا دیگه نمیفهمن. و اذا رأیتهم، وقتی که ای رسول الله ببینی امین منافقا را، تعجبک اجسامهم، خوشت می بسیار امین جسمای زیاد، چی جسمای کتک کته و چی اندام ها را جور کردن و چه خوب زیبایی اندام رفتن و چه خوب درشی ها را پوشیدن و چه خوب لباس ها را پوشیدن، جسم از اینا چیری ظاهریشان خوشت میه. و این یقول، و وقتی که سخن میگن تسمع لقولهم، باز گپایشان گوش بگی، لودگی گپا میزنن. که انهم خشب مسنده، آنقدر احمق هستن مثل چوب هایی که در دیوال تکیه داده باشی. تو کتک چوب هم تو شیشتگی و تو که چوب اصل میکنی اوه چه خوب چوب است، اما گپ زدن نمیتونی. این منافقا هم اما تو دیگه کتک شیشتن دیگه، فقط اونم متصل کرده میره عکسایش اکسل میکنی اوه کمی سر گپ بیه، میبینی که چی چتیات میگه، چی کفر میگه، چی بیدینی میگه. مثل چوب ها ورزن، چوب هایی که در دیوال ها چی شده باشن؟ اسناد کرده باشن. یحسبون کل صیحه علیهم، هر آوازی که میشه این فکر میکنه که حالا این سر ما هست. اگر از زناکار گپ میزنی میگه صاحب مرا گفتی. اگر از دزد گپ میزنی میگه مقصدت ما بودم. اگر میگی که جاسوس است میگه مرا گفتی. اگر میگی دشمن الله هست وی مرا گفتی. او برادر حال خود وقتی که دعوت گفته میشه، آیات قرآن آمده میره ترجمه کرده میره، ما بسیاری وقتا چشمای ما ضعیف است نمیفهمیم که پیش روی من نفر که شیشته چه قسم از شیرش، بسیاری کسا نامش نمیفهمن. کجا ما ترا کل شب ما کم گرفتیم؟ الله میگه یا یحسبون کل صیحه علیهم، یا فکر میکنه که همین هر آواز که است، هر صدایی که میاد بالای از ایناست. هم العدو، الله متعال میگه فکرتان باشه این منافقات دشمن هستن، عدو دشمن هستن، فاحذرهم، از اینا در حذر باشین. قاتلهم الله،
این دعا هست. الله میگه اینا را هلاک بکنند، اینا را الله انا یؤفکون. هر جایی که یا افک و دروغ میگن، هر جایی که میگردن الله متعال اینا را هلاک بکنه. و اذا قیل لهم، وقتی که بر از این منافقا گفته شود تعالوا بیاین که یستغفر لكم رسول الله، بیاین که رسول الله صلی الله علیه و آله بر شما مغفرت بخواه، پس توبه بکنین، رجوع بکنین، آل رسوا شدین، لووا رؤوسهم، باز روها سرای خودم می جنبانن. اوه آل ما پیش پیغمبر بریم، بازو بر ما چی بکنه. و رأیتهم یصدون، و میبین در حالی که میبینه اینا رسول الله که اینا مانع از راه دین میشن و هم مستکبرون روی میگردانن، در حالی که مستکبرون در حرکت هستند. یعنی او طرف میرن با بسیار تکبر و غرور. سواء علیهم، الله متعال مساوی برایشان، استغفرت لهم، اگر بر زمی منافقین ولو که تو پیغمبر هستی، اگر تو مغفرت هم بخوای ام لم تستغفر لهم، یا مغفرت نخوای، لن یغفر الله لهم، هرگز الله اینا را نمیبخشه. برای منافق 100 دفعه پیغمبر دعا بکنه، دعای پیغمبر الله قبول نمیکنه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، الله هدایت نمیکنه او را که الله مغفرت کرد. خب به این معناست که او هدایت شده. مغفرت الله و نصیب کسی است که او هدایت شده باشه. الله قوم فاسق را هدایت نمیکنه. هم الذین یقولون، این کسانی بودن که منافقات دیگه چی صفت داشتن، میگفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله. اونجا مثلا اصحاب صفه بودن. اصحاب صفه کسایی بودن که تقریبا 200-200 مجاهد بودن که آماده پیش مسجد نبوی شیشته بودن که مجرد می حرکت در فلانی منطقه عاجل حرکت میکردن. الله متعال میگه که اینا می آمدن منافقین میفتن بر از این مجاهدین نان نبرین، غذا نبرین. هم الذین یقولون، کسایی بودن که میفتن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله، به کسایی که پیش رسول الله هستن بر از اینا نفقه نکنین، غذا نبرین، حتی ینفضوا، تا که گشنه شون و چی کنه، پراگنده شون. یعنی فضوا یعنی از این مجلس برن، ایلا بتن این جای را. الله متعال میگه ولله خزائن السماوات والارض، و خاص برای الله هست تمام خزانه های رزق آسمان ها و زمین. ولکن المنافقین لا یفقهون، لکن منافقان نمیفهمن. او فکر میکنه دم یک کاسه یک دال و پیتی خود اگر با مجاهدین نتم و از گشنگی میمرن. الله متعال بر از اونا رزق از خزانه های رحمت خود میرسونه. متوجه هستین؟ یقولون، در یک جای بودن خیس رئیس منافقین گفت که لئن رجعنا، باز میگن اگر ما برگشتیم الی المدینه، به مدینه، لا یخرجن الاعز منها الاذل. این رئیس منافقین گفت باز ما مردمای العز، ما با عزت، منافقین خود با عزت میگفتن ما انسانهای با عزت هستیم، باز ما خارج میکنیم مردمای عزیزی که صاحب خانه هستیم، قصر هستیم، اپارتمان هستیم، منها الاذل، ای مردمهای ضعیفی که کی بودن، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بودن از مهاجرین یا انصار. بازی هم که یار ما از خانه های خود میکشیم، از مدینه منوره یار میکشیم. الله متعال در جوابشان گفت که عزت از کی هست؟ ولله العزه، عزت از مخصوص الله هست، ولی رسوله، و عزت مخصوص، لام لام تخصیص است، مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله است. ولی المؤمنین، و مخصوص است، خاص است برای کی؟ برای مؤمنان. ولكن المنافقین، لكن منافقا لا يعلمون، نمیفهمند. تو منافق هیچ پیش الله عزت نداری. الله با عزت است، رسولش با عزت است و مؤمنین. ولكن المنافقین لا يعلمون، منافقین نمیفهمند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تلهکم، مصروف نسازه، الها یلهی به معنای مشغول ساختن است. لا تلهکم، شما را مشغول نسازه، اموالکم، مالهایتان، ولا اولادکم، و اولادهایتان، از چی؟ عن ذکر الله، از یاد الله. و من یفعل ذلک، و هر کسی که کار بکنه، فاولئک هم الخاسرون، باز اینا کسایی هستن که خساره دیدن. بعضی کسا مثلا مصروفیت در مال و تجارت، چرا در درس نمی، ولا مصروف کار هستم، چرا قرآن نمیخونم، ولا مصروف هستم، بسیار دکانداری دارم و کار دارم و وظیفه دارم، اموال مصروفم ساختم، از هیچ چیز
الله میگه شما را مصروف نسازم اولادتان. بعضی کسا هست که در غم اولادای خود هستن، ولی یک چکک من صوبکی در کودکستان میبرم، دیگه شمشم در مکتب فلانی میبرم، دیگه شباز اونجا میرسانم، دیگه هیچ نه به نماز وقت دارم، نه به روزه و نه به هیچ سرگردان کزمی هستم، دیگه هیچ اشتک ندارم. میتونه تو هست دیگه بابی اولادا اما تا دیگه چیز نیست. الله متعال میگه شما را مشغول نسازم، مالتان و اولادتان وسطیت در نظر بگیرین. حق الله علیده هست، حق رسولش علیده هست، حق قرآن علیده هست، حق فامیل علیده هست، حق زن علیده هست، حق مال علیده هست. برای هر کدامش تقسیم اوقات جور کو. تو نیست که تمام روز پیش دان ننی اولاداشش چی این دیگه بر تو قصه کردم، چیزی که قصه هاست یک قصه را 70 دفعه بر تکرار کرده تو دیگه خوشحال هستی پیش ازیش. الله میگه نه، شما را باید مشغول نسازن اینا از یاد الله، از تطبیق شریعت الله، از عبادت الله، از ذکر الله. و ما یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کسی که فقط دمی زندگیش پشت می دو چیزا گرفته، مال و اولاد، دیگه یا میگه بس خسارت میکنن. و انفقوا و نفقه بکنید مما رزقناکم، از آنچه که الله متعال میگه ما بر شما رزق دادیم. من قبل از اینکه ان یاتی احدکم الموت، پیش از اینکه به یکی از شما مرگ بیاید، فیقول، بازمی شخص بگه رب ای پروردگار من، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش که مرا وقت میدادی به یک مدت نزدیک، فاصدق و اکن من الصالحین، باز من تصدیق میکردم از جمله نیکوکاران میبودم. ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، و الله تأخیر نمیکنه هیچ نفسی را اذا هنگامی که جاء بیای اجلش. والله خبیر بما تعملون، الله بسیار با خبر است با آنچه که شما عمل میکنین. انسان ها چی عادت دارن که وقتی که باز مرگش آمد باز وقت میگه پروردگار مرا یک دروس وقت بده، حالا که برای 2 ماه 2 سال 10 سال 20 سال وقت داده، حالا از امی حکم الله و شریعت الله چی کن، حالا از استفاده بکن. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب